شعله‌ای که به خانه احمد نصیر افتاد و خانواده او را داغدار کرد. پدرش آرزوی دیدن او را در لباس دامادی داشت، اما حالا نصیر را با دستان خود به خاک سپرده است و می‌گوید. نصیر پسر 20 ساله‌ای که از 3 ماه به این سو در قلوردوی 209 شاهین آموزش‌های نظامی را آغاز کرده بود. پدرش میگوید 2 بار با پاره کردن شناسنامه نصیر خواست مانع پیوستن او به نظام شود، اما موفق نشد. دستگیری علاقه من بود. 2 دفعه ما تذکیرهایش تکه تکه کردیم. 2 دفعه. دیگه تذکیری حکومت نیست، عادل نیست، با خبر نیست. چطور کنیم خیلی؟ چند تا اولاد داشتین؟ شکر که زیتا بود. 3 بچه. برادر نصیر اما میگوید از حکومتی که نمیتواند برای خود کار انجام دهد هیچ چیز نمیخواهد. وضعیت دیگه خراب بود دیگه. فارغ شهید بود که کلشان سوخته بود درگرشته بود. دیگه دولت ما چی توقع کنیم؟ دولت دیگه خودش جمع کنه و ما رو جمع کنه. داغدار رویداد پایگاه نظامی شاهین تنها خانواده نصیر نیست. آمار دقیق تلفات هنوز نزد مسئولان پنهان مانده است. اجساد و زخمی ها از قلوردو بیرون می شوند، اما به هیچ کس اجازه نزدیک شدن